اقتدار یکی از ارکان مهم و اساسی در احساس خوشبختی اقتدار هست و گفتیم که یک انسان زمانی احساس خوشبختی میکنه که در بالاترین سطح آگاهی، بالاترین میزان عشق و آرامش و در اقتدار کامل تجربه کنه، انتخاب کنه و به درک خودش آزادانه زندگی کنه. اقتدار چگونه به دست میاد؟ طی هزاران سال اقتدار را از انسان گرفتند توسط ارزش‌گذاری‌های ظاهری. بخش بزرگی از انسان‌ها یا اقتدار ندارند یا اقتدار را با قدرت طلبی ذهنی و ایگوهای خودشون اشتباه گرفتن. اقتدار یعنی اینکه یک انسان به شکوه و عظمت انسانی خودش باور داشته باشه و حق آزادی را برای خودش و دیگران به رسمیت بشناسه. آزادی گفتار، آزادی افکار و آزادی رفتار و اندیشه. در اینجا تمرینی خواهیم داشت برای بازگردوندن اقتدار بر اساس محاسن و توانمندی‌های درونی شما. کاغذ و قلمی رو بردار و به این شکلی که میگم یادداشت کن. یک صفحه یادداشت کن محاسن درونی خودت رو، مثل راستگویی، نجابت، صداقت، عشق. به این شکل یادداشت کن. پروردگار شکر که من انسان صادقی هستم. پروردگار شکر که من انسان عاشقی هستم. پروردگار شکر که من عشق به حیوانات دارم، عشق به هم نوع خودم دارم. هر احساسی که در درون تو هست و بهش نپرداخته بودی، تمام محاسن درونیت رو روی کاغذ به این شکل بنویس و بعد با صدای خودت ضبطش کن. در صفحه بعد در خصوص محاسن ظاهری خودت بنویس. از قدت، از تناسب اندامت، از زیبایی چهره، رنگ چشم، هر چیزی که داری و برای تو عادی شده و شاید سرکوب شده، تو نادیده گرفتیش، به شکل شکرگزاری بنویس. پروردگار شکر که بدنی سالم دارم، دستانی توانمند دارم. پروردگار شکر که چشمان زیبا و بینایی دارم. پروردگار شکر که شنوا هستم. محاسن ظاهری را بنویس و وایسش کن. در صفحه سوم در مورد توانمندی‌های خودت و مهارت‌هات بنویس. مهارت‌هایی که شاید خیلی برای تو عادی شده باشه، مثل آشپزی، رانندگی. هر مهارتی که داری به این شکل بنویس. پروردگار شکر که من در آشپزی مهارت دارم. پروردگار شکر که من نویسنده خوبی هستم. پروردگار شکر که قدرت کلام بالایی دارم. در مورد توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که کسب کردی بنویس به شکل شکرگزاری و وایس کن. حالا در طول روز تا 40 روز این وایس ها رو گوش کن. بهتره که در یک جای آرام و ساکت باشه، ولی احتیاجی نیست که در حالت آلفا و مراقبه باشی. در زمان رانندگی، آشپزی کردن، قدم زدن، در محیط کار، اگر تداخلی با کارت نداره میتونی گوش بدی و تکرار کنی. در یه بخشی محاسن جدید و توانمندی هایی را دوباره به یاد میاری. مکتوب کن و اضافه کن. این وایس ها را میتونی پشت سر هم در پلیلیست گوشی قرار بدی و با هندزفری گوش بدی. تا 40 روز این کار را انجام بده و معجزه اقتدار را دریافت کن. زندگی آسان است. انسان عاشق انسان پویاست. انسان عاشق انسانی هست که میتونه مغناطیس عشق بشه، مغناطیس آگاهی و آرامش بشه و هر آنچه که میخواد به سادگی و به آسانی در دسترسش قرار میگیره. همونطوری که گفتیم تو با تمرین و تکرار به مهارت میرسی. پس تکرارش کن و 40 عدد صبر هست.
زمانی که عادت بدی به خودت که 40 روز به محاسن خودت فکر کنی، مکتوب کنی، به کلام جاری کنی و با گوش خودت صدای قشنگ خودت رو بشنوی که از محاسن و توانمندی‌هات میگی، اقتدار را دریافت خواهی کرد و بعد متوجه میشی که چقدر مقتدرانه در زندگی، در همه ابعاد زندگیت داری وارد عمل میشی. آمین که خوشبختی را با تمام وجودتون دریافت کنید و احساس کنید. عاشقتونم تا بی نهایت عشق.